سلام. من یه مدت که دنبال چیزای ورزشی میگردم که باش بتونم تو خونه کار انجام میدم، کم حجم باشه، کاربردی باشه. والا انقدر چیزای مختلف در اومده، هی میخره به درد نمیخوره. چند وقتی که تو همین تیک تاک و تو اینستاگرام دارم در این مسیرش این دارم میبینم، بعد میبینم همش میگفتم اینم کاربردیه یا نه. بعد نگاه که میکردم خوشم میمد، به خاطری که احساس میکردم که خیلی به درد من میخوره، چون من تو خونه کار تیز انجام میدم، ورزش انجام میدم، جیم اینا دوست ندارم. برای همین چیزایی که کم حجم باشه و قابل استفاده باشه رو من میگیرم. اینم گفتم از سفارش بدم واقعا ببینم که چقدر میتونه مفید باشه. من گرفتم، فکر نمیکردم واقعا انقدر خوب باشه. نگاه کنی و چیزای مختلف هم باهاش میاد که باهاش نگاه کنید، باهاش کار مختلفی رو میتونید انجام بدید. حالا میتونید توی یوتیوب بزنید، حتی کارایش هم قشنگ واسهتون توضیح میده. به نظر من چیز هم کوالیتیش خوبه این و هم اینه که به نظر من واقعا میتونه کسایی که تو خونه هستن میگن کاچی به هسیچه، چیز خیلی خوبی میتونه باشه که اینا که تو خونه هستن بخوان ازش استفاده کنن و ورزش کنن. من که گرفتم چند تا حرکت‌های ورزشی باهاش انجام دادم، راضی بودم. حالا بعد برم متش هم بخرم که روی مت خب سطحی که مت داره خب راحت تره تا زیرت سفت و اینا باشه. گفتم بیام به شما بگم دوست داشتین بگیرید. به نظر من واقعا چیز خیلی خوبی. اگه فرجه ندارید برید جیم و اینا، برای همین این چیز خیلی خوبیه که تو خونه میتونید داشته باشید و هر از گاهی همیشه دم دستتون هست، میتونید ازش استفاده کنید.